نمایان میکند که این آدم جسمی است یا این آدم احساسی است یا این آدم عقلی است. این طبیعت هم جدا میکند، لیکن انسان میتواند که با واسطه بعضی کارها، با واسطه دانش، با واسطه آموزش آدم جسمی را حتی آدمی عقلی کند. هرچند که جسم در او یکم است، لیکن عقل میتواند که در او هم انکشاف یابد، یا که آدمی احساسی را که ما توانیم که عقلی او به کار رود. ولی پرکنی عقل از جمعیت وابسته است و عقل نماینده جمعیت در معنای سر انسان است. و وقتی که آدم مکتب میرود، اون عقلش رو پر میکند، دانشکده ها میرود، عقلش رو پر میکند از دانش و آن دانش رو استفاده میبرد. صفت پر کردن عقل نشانداد کاری اوست، کاری او فعالیت او در جمعیت است و مشق‌های روحی میتوانند حتی حجم عقلی انسان را وسیع کنند از حساب گرفتن حجیره هایی که برای احساس هستند و آنها را استفاده بردن در جاده عقل. به انسان ها می شود به واسطه مشق های روحی تاثیر گذاشت تا شاید به همین وسیله اونها خودشون را بهتر حس میکنن. من یک کسی هستم که احساسم شاید خیلی بلند است. شاید من خوابهای پریشان میبینم. شاید من خودم را همیشه در زندگی ناهنجار حس میکنم. شاید من احساس میکنم که به اون مقصدی که در پیش خودم در زندگی گذاشتم به اون مقصد نمیرسم. و گرفتاری های بسیاری دیگری که در وجود من هست و این چیزها به من فشار میارد، شاید تضییق میارد. شما همچون طبیب روحشناس گفته میتوانید که توسط شاید مشق های روحی باشد یکان واسطه دیگر همین گرفتاری ها را از من رفع کنید. من باوری مطمئن دارم که شما دیگرگون میشه. برای این گیریم که مثلا آدم پیش ما میبید و میگوید که من سردرد دارم و وقتی که ما میبینیم سردرد او رو که از داروخوری را گوییم یک چی شده است، ابتیک شده است بدنش و داروهای نه که حالا بی درد کننده هستند آنها رو استفاده میبرد و در دلش زده است و خودش باوری دارد که داروی بسیار ضرر میرساند. ما نگاه میکنیم میآموزیم سردرد او رو و میبینیم که سردرد او از شدت است. به زبان روسی نپریژان است میگن شدت و این شدت او از حساب غضب است. و چیز غضب؟ غضب این نارضا بودن خواهشات های آدم، طلبات های آدم. وقتی که رمزی کرده گوییم شیطان خواهشات های زیادی که آنها نمیشوند و از دست انسان نمیبید در معنیش میاندازد و انسان کوشش میکند که آنها را اجرا کند و بعضی از آن اجرا میشود و بعضی از آن اجرا نمیشود. وقتی که خواهشات نااجرا شده در وجود انسان معنی انسان پیدا میشود، انسان به غضب گرفتار میشود، عصبی میشود. وقتی که انسان عصبی شد این دویم چیزی است که اکنون فکر احساس آدم را چکار کرد؟ ویران کرد. و مردم تاجیک ما بسیار شیرین کرده میگن که آتشین نشو. آتش یعنی که غضب در وجود انسان عنصر آتش را برمیانگیزاند و آتش رو رمزی کرده میگن که جگر استحصال میکنن. یعنی پس وقتی که آدم عصبی که شد باعث چی میشود؟ باعث فعالیت تیزی جگر میشود. جگر فعالیتش تیز میشود، شدتناکی در جگر پیدا میشود و آدم شاید در این زینه کمی دردهای در نافورمی در بالای در جگر حس کند ولی هنوز جگرش کسل نیست. در اینجا با معنی سر چکار میکند؟ معنی سر غضب نه تنها با جگر بلکه تاثیر میرساند به تارهای عصبی قوت دهنده. چون این آدم بلند گپ میزند، چون این آدم داد میزند، چون این آدم حتی حقارت میکند که میتواند بلد و کوب بیارد. این معنی سر و انگیزش گرفتار شد، فعالیت جگر تیز شد. در اینجا وقتی که فعالیت جگر تیز شد آتش آب بدن را خشک میکند و زرده حفظ میشود. وقتی که زرده حفظ شد و خون حفظ شد گردش خون نادرست میشود، زرده استحصالش نادرست میشود و زرده در تلخه میماند. وقتی که در تلخه ماند تصور کنید
باعث آن میشود که آدم به بیماری تلخی گرفتار میشود و این دور دراز دوام کند، زرده ها خشک شده، قاق شده، سنگ میشوند و وقتی که زرده حاصل نقص نشد، روده ها بی‌روغن میمونند. وقتی که روده ها بی‌روغن موندن، شکم سخت میشود. وقتی که شکم سخت شد، باعث نظارت نادرستی روده ها شده با اون آورده میرساند که آدم به بیماری پس‌دردی گرفتار میشود. باید تصور کنید که وقتی به بیماری سخت‌شوی شکم گرفتار شد، زهرآلودشوی بدن سر میشود. اکنون زهرآلودشوی بدن حساب جنبش ماده‌های نالازمی در روده بودند و این به اون آورده میشد که باز به معاینه سر تاثیر میرسد و از یک فکری که شیطان در سر ما گذاشت و آن فکر را اجرا ما نشد، اجرا کردن نتوانستیم و مقصد شیطان هم این است که فکر اجرا نشود، یعنی خواهش اجرا نشود و آدم عصبی شود و وقتی که عصبی شد بینید زنجیر به کجا آورده میرساند. و ما چیکار میکنیم؟ ما فکرهای سالم در معاینه میپردازیم و خواهشات‌های نالازم رو از معاینه او میگیریم. همه آدم تنی خود میشوید، لباسهای خود را تمیز میکنند، خانه خود را تازه میکنند، ولی متاسفانه در جهان فکری هیچ کس به این سر و کار ندارد. هیچ کس فکرهای خود را تازه نمیکنند. هیچ کس در این باره دقت هم نمیدهد. پس ما اگر با این دقت دهیم فکرهای نو و سالم سازنده در معاینه سر پردازیم، احساسش نقض میشود، عصبانیتش کم میشود و عصبانیتش کم آناتومی فیزیولوژی چنین است. انگیزش حجره‌های معاینه سر کم میشود، به حالت آرامی میآید، از حالت بازداری و دیگه حالت انگیزش مرتب میشود، برابر میشه و نظارت عضوهای باطنی درست میشود. نظارت عضوهای باطنی که درست شد، ارگانیسم و سیریش ما داروهای خودش رو خودش میبرارد و فعالیت عضوها رو باز جا به جا میگذارد. وقتی که معاینه همچون صاحبی جسم ما، پایتخت ما، به مالکی جسم و سیریشت ما هست به این گرفتار شده باشد، تصور کنید عضوها هم نظارتشون سست میشد و در حالت اون که ما فکری نقض در معاینه اوریسکی انداختیم، البته آن خواهشات هایی که پیش بودند و طلبات آنها با واسطه خواب میبرآمد، ظاهر میشد با واسطه خوابهای شب دیدن. وقتی فکرهای نو پیدا شد، خواب هم عوض میشود و آن خوابهای مدهی شد، خوابهایی که مثلا آدم را ناراحت میکردند آنها هم گم میشوند، احساس آرام میشود، آدمیزاد از زندگی لذت‌های گوناگون گرفته میتواند. دنیا را با چشم عقلی وقتی که دید و بسیار چیزها رضا میشود، یعنی چیزهایی است که ما آنها را دگرگون کردن نمیتوانیم، چیزهایی از مقصدهایی است که ما با آنها رسیدن نمیتوانیم و وقتی که انسان فهمید که بسیار چیزها از او وابسته نیستند، باعث آن میشد که انسان آهسته آهسته سلامتی خود را برقرار میکند و میداند که در کجا چه کار کند، جای خودش مییابد، خودش میشناسد و وقتی که انسان خودش شناخت، انسان کامل میشود و خداوند ما انسانهای کامل را دوست می‌دارد. شما گفتید که ما باید نیک بیاندیشیم، فکر نیک کنیم، یعنی که باز هم پندار نیک، یعنی که باز هم پندار سالم و پندار سالم همونطوری که می‌دانیم به رشد انسان سالم، به رشد انسان کامل آورده می‌رساند. یعنی چگونه؟ باز اگر به تاریخ نگریم، هر دولت، هر حکومتی که ارزی هستی داشت در بشریت، تمدن بشریت، مدل انسان خودش را داشت. مثلا ما میدونیم که در یونان قدیم مجلس شیوخ بود که اگر کودک ناسالم میشد گرفته و ارجلی او را میپرداختند. و تصور کنید که تو 16-25 سالگیش مشق میکرد، جسمن او را تیار میکردن و میحسابیدن که جنگاوری بخوان، حساب میکردن که انسان کامل جامعه آنهاست. و در تصوف انسان کامل را در اندیشه سالم شناختند و انسانی که توانست فکر خود را به دست گیرد، نفس خود را به دست گیرد، احساس خود را به دست گیرد، انسان کامل حساب میشود.
و زمان شوروی گیریم سالهای 30 برای استالین پیشنهاد کردن مدل آدم شوروی رو که چقدر آدم شوروی باشد، جسمش چقدر باشد، احساسش چقدر باشد، عقلش چقدر باشد و وجدانش، اخلاقش چقدر باشد. حالا هم جهان روحی مردم ما که تا حال کار کرد نشده است، ما آن را متخصصان این ساحه کار کرده برآورده و انسان کامل را ما در جسماً به درد و بخواد بودن، احساساً اداره کردن، در عقلی جوابگوی طلبات‌های حاضره و معنویات بلندی انسانی می‌بینیم. چطور این رو به دست آوردن نکن؟ اگر ما کودک رو از خردی گیریم و آن طلبات‌هایی که جسم او دارد وقتی آن رو به نظر گرفتن آن کودک رو تامین کنیم، کودک جسماً سالم می‌آید. و وقتی که ما احساس او رو به تربیت می‌گیریم و احساس در جهان احساسی او رو به چیزهای شناس می‌کنیم که از آنها کیفیت می‌گیرد، از جهان احساس کیفیت می‌گیرد، ما می‌توانیم که احساس او رو تربیت کنیم و به عقل او دانش‌های لازمی، دانش‌های درکاری زمانوی را اندازیم، دنیوی را و دینی را که تواند که در جمعیت حاضره جای خود را یابد و بشناسانیم آن کس را با معنویات بلند که انسان نه تنها در جمعیت است بلکه در کائنات هم عرض هستی دارد و معنویات این مناسبت انسان را با کائنات و یکی از اسمهای ذات پروردگار محیط است مناسبتش را معین می‌کند. پیشنهاد ما برای انسان کامل را ساختن این مشق‌های روحی است. مثلا اگر برای جسم که ما خوشبختانه دیدیم که فرزندان تاجیک توانستند در المپیاد پکین سزاوار جای بلند شوند، یکی در عالم در جهان جسم و ما دیده ایستادیم که در جهان صنعت زمانی که بسیار هم بلند رفتند و در جهان عقل هم پیدا شده ایستادند. اگر در جهان جسمی مشق‌های جسمی باشد که روزی دراز ساعت‌های معین مشق میکنند، جسم خود رو تربیت میکنند. جهان احساسی یعنی که از چیزهای کم هم باشد احساسات مثبت گرفتن و از جهان عقلی تربیت یعنی دانش آموختن، دانش‌های لازمی را آموختن و مجبور کردن خود که کسی که در کدام ساحه باشد یعنی اینفورماتیو صاحب اطلاعی شدن و در جهان معنوی مناسبت خود را با کائنات با طبیعت درست کردن. ما در بالای همه این پیش از آن که آدم درس میخواند، پیش از آن که آدم مشق جسمی میکند، پیش از آن که از احساسات خود یک لذتی میبرد، پیش از آن که نماز میخواند یا که مناسبت خود را با طبیعت درست میکند، ما مشق‌های روحی را پیشنهاد کردیم. مشق‌های روحی اینها سکوت یا که مراقبه روحی صوفیان ما بودند و وقتی که اروپایی‌ها این را آموختند و چیزهای دینی و اخلاقی آن را پرتافتند، یا که مغزی آن را که تحصیلات چطور با جسم بود گرفتند و آن را با نام اوتوگنی ترنیروفکا پیشنهاد کردند و چنین میکردند که دارو رو میگرفتند و میگفتند ای دارو بلو در جسم من و برای من فایده بیار. خود را تلقین میکردند. خوشبختانه باز کسانی در جمعیت ما پیدا شدند که این علم را از آنها آموختند و به جمعیت ما آوردند و ما باز این علم را، علم مشق‌های روحی و روحشناسی را باز ملی کردیم و جامعه‌های ملی آن را، جامعه‌های دینی آن را پوشاندیم و همون کاری که از اول صوفیان ما اهل تصوف و اهل فتوحات میکردن همون رو در مطابق به زمان حاضره باز پیشکش مردم میکنیم و انسان کامل را ما میبینیم فقط با واسطه اجرا کردن مشق‌های روحی. خب چون برنامه ما خانقاه نام دارد
و خانقاه جایگاهی هست که در آن صوفیان، سالکانی که میخوان خودشون رو بشناسند، خدا رو بشناسند، حقیقت زندگیشون رو بشناسند، به این خانقاه می آمدند و خودشون را، هستی خودشون را در همین زمینه تکامل می بخشیدند و خودشون را کامل می کردند. و آیا می شود که ما از تماشابینان عزیز خواهش کنیم هر کس می خواهد مثلا برای گرفتن مشق‌های روحی ببخشید نیاز دارد و برنامه ما منبع تشریف بیارد و ما پذیرایی کنیم و شما آنها را راهنمایی کنید. مقصد ما همچنین است که هر کسی نیازمند است، هر کسی که میخواهد که خودش را انکشاف دهد، سالم گرداند، جسم خود را، احساس خود را خریدن تواند، از جنجال های احساسی، جنجال های عائلوی، جنجال های معاشرتی خلاص یابد. هر کسی میخواهد که عقل خود را انکشاف دهد و مالک نفس خود، مالک احساس خود و عقل خود شود و با معنویات خود بلند رسد و همین طور ما روند گذریش جمعیتی را به زینه عقلی بتیزانیم. البته میتوانند بیان اشتراک کنند و فکر میکنم که انشالله ما با این مقصد میرسیم و در همه دور و زمان خانقاه ها زیر حمایه دولت بودند، مردم حاکم توجه داشتند، چون که جای خالگی معنویات رو پر میکرد. هر کس میتواند در این خانقاه ما اشتراک کند و ما که نیت داریم که طول کشد این کاری ما و همون کاری شما وقت نشان میدهد که این راهی که ما پیش گرفته ایم راهی راست است و ما رو خدا مددگار است. خب من از شما برای این صحبت یک جهان تشکر اظهار میکنم و امیدوار هستم که برنامه های من بعده خانقاه واقعا با شرکت تماشابینان عزیز صورت میگیرد. تماشابینان عزیز، این بود نخستین خانقاه. خانقاه جایی است که انسان را به کمالات میرساند، جایی است که انسان را به خدا میرساند و من امیدوار هستم که شما در برنامه‌های من بعده ما به واسطه شرکت میکنید و توسط مشق‌های روحی برای رفع همه گونه گرفتاری‌های شاید جسمی و عقلی خود نیازهای خود را برآورده می‌سازید. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم.